درود بر و حالتون چطوره؟ من تیار کدام هستم و خیلی 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 خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها یه باگی واسهتون آوردم، شاید ببینید باگ رو میگید داشت سورن و داشت هر چی صدا میگید دمت گرم. ولی بچه‌ها این باگ هم تو کاستوم میتونین انجام بدین، هم تو رنگ تو تامنیل هم داره میبینید دمیج اصلا نمیخوری بچه‌ها. حالا قضیه از چه قراره؟ من دیشب ساعتهای 10 با رفیقام کاستوم زدیم با هم کلنی و این بچه ها اومدیم کاستوم زدیم و تو تلگرام ولی نذاشتیم. تلگرام مثلا ظهری ساعت 3 اینا میشه. تلگرام هم تو کامنت گذاشتم حتما بیاین. اومدیم کاستوم زدیم و یه دفعه رفتیم دیدیم حاجی یه نفر چاپر لژند داشت برداشت و پرید پایین. بعد گفتیم بنازم بزنیمش. بعد من 117 متیک همین چیز اومده بود دستم. وقتی تیر میزنم همین اصلیش تیر میزنی جای گلوله روی انمی میمونه تو 117 متر. بعد من پشمون گفتم حاجی این چرا دمیج نمیخوره؟ بعد وایساده بود جلومون هم داشت دنس میزد. بعد ما تیر میزدیم این دمیج نمیخورد. در اون حد مثلا باگش خیلی اوضاع خیلی خرابه. بعد الان میتونید شات نمایشی در بیارید با این باگ، اصلا پشم خودتون بریزه. چون شما دمیج نمیشید، میپرید وسط یه اسکواد دمیج نمیشید، بعد همونو میزنید. اصلا خداست بچه‌ها سر این باگو بچه‌ها من سر پیدا کردنش دم بچهای تلگرام گرم. حالا آیدیشون هم میذارم، دمشون گرم واسه گرفتن ویدیو و آموزش باگو. چند تا بچه‌ها کمکم کردن، دمشون گرم. بچه‌ها سلاطین اصلا خیلی باگ خرابیه. کاستوما قشنگ میتونیم برینین تو کاستوما. بعد واسه این باگ هم باید تقریبا 2 الی 4 نفر، هر چند نفر بالا 2 نفر باشید. بعدش به کلاس ریوایو نیاز دارید. همین کلاس چیز ریوایو میکنه تو کاستوم هم همیشه بازه، همیشه نه اکثرا تو کاستوم بازه. بعد واسه اینکه این باگ انجام نشه باید تو کاستوم ببندید دیگه. تو کاستوم بچه‌ها نینجا رو فکر کنم نینجا رو ببندید، اونم بسته میشه. فقط مدیک بزنید. کسایی که کاستوم میزنن فقط مدیک باشه. اون کلا نینجا رو هم باید ببندید تا اون ریوایو هم بره. بچه‌ها باگ هم که چیز یه جوریه، مثلا 2 نفر باید باشید. خب شما یارو خودشو با اسمارس، نمیدونم حتما باید اسمارس باشه یا چی، ولی بهتر اسمارس بزنید دیگه. یارتون باید حتما با اسمارس خودشو بکشه. بچه گیم پلی هم ببخشید، همین پسر اومد و زدیم زیاد دست اول بود. همین صبح ساعت 10 بیدار شدم گفتم بیا یه دوئل بزنیم ویدیو شد. آره یارتون با اسمارس میاد میزنه خودشو میکشه. 5 بارم باید خودشو بکشه، یه بار نه 5 بار همینطور میکشه. بعد هر 5 بارم شما باید کلاس ریوایو بزنید خودش بلند شه. بعد چون کسایی که توی اون محدوده هستن با کلاس ریوایو دیگه مثلا بعد 5 بار دمیج نمیخوام. بچه‌ها من یه چیزی هم که دیدم مثلا تو این پسره نگفته بود دیگه، آیدیش هم میذارم. حالا این پسره تو تلگرام بهم داشت یاد میداد، نگفته بود مثلا چی 3 بار شما این کارو بکنی یا 4 بار بکنی فقط دمیج میشی. دمیج من توی رنگ بردم با یکی از بچه‌ها، رفتیم توی رنگ حالا امتحان کنیم. خب بعد توی رنگ که امتحان کردیم 3 بار که زده بودیم یه دفعه دیدیم یه اسکواد را شما رو دادم. بعدش پشممون ریخت و حالا گفتیم اب نه. بعد یه جا خلوت هم پیدا بودیم سگ بر نمیزد، دیدم یه اسکواد را شما رو دادم. بعد دیدم حاجی اینا دمیجم میزنن 8 تا 7 دارم دمیج میشم با 117 متیک و بیوای و اینا. بعد گرفتم اونا رو زدم و دیدم آره مثلا هر بار که میزنی کمتر دمیج میشی، 5 بار که میزنی دیگه کلا دمیج نمیشی. بچه این خیلی باگ عجیب و غریبیه. بعد نمیدونم بچه فکر نکنم مثلا مال سیزنهای قبل باشه یا چی. فکر کنم باگ همین سیزنه بچه. حالا استفاده کنید واسه رنگ هاب که خداست. حالا این آموزش واسه رفیقاتون هم بفرستید. لایک و شیر که نداره کسی، لایک رو بزنید. خدا وکیلی داریم هیچ کس تا الان این آموزش رو نذاشته. بعد بچه عجیبه مثلا تو اینستاگرام اینا میرفتیم 1-2 نفر گذاشته بودن و مثلا خیلی دقیق توضیح نمیدادم، مثلا فهم میگفت برید 5 بار بزنید تموم.
نمیگفت مثلا. حالا بچه یه چیزی هم هست، چطوری مثلا اونی که چیزه رو بکشیم، باگر رو زده رو چطوری بکشیم. اینم من تا الان تو اینستا که دیدم اون پسرم که گفت نگفته بود باید این شکلی بکشی، فقط گفته بود باید فینیشر کنی تا یارو بمیره. ولی شما هم باید فینیشر کنید واسه کشتنش، یا هم باید نایفش کنید، کاتانا رو در بیارید بزنید کلش بمیره. جز اینا هیچ وقت دمیج نمیشه. حتما باید فینیشرش کنید بچه، حتما یا فینیشر یا اینکه نایفش کنید. جز اینا تو اسمارس میخوای بزن، هر چی میخوای بزن نمیره کلا. حالا آخر ویدیو آموزشش هست و اینا چه نشون دادم. یاد قاطی کردم بچه سر صبح ببخشید. رفیقم داره بهم تیر میزنه، من هیچی به هیچ نه دمیج میشم و باگم واسه بتله. مولتیون نمیدونم اومده یا نه، باگم واسه بتله بچه. مولتی پلیرها ببخشید دیگه بچه. ویدیوی رفع لگ و انتقال سی پی هم آموزش سی پی رایگان هم ببینید دیگه. یعنی چی این همه داریم تلاش میکنیم واسه بچه. لایک ها رو به بالای 100 تا میرسه، یعنی بالا 200 تا برسونید، نفری 10 تا کامنت بزنید بنویسید بچه. کامنت انگلیسی بزنید، یوتیوب داره سابقه میکنه. لطفا کامنت انگلیسی بزنید حتما، همتون چاکرتونم، عشق منید بچه. یکم هم در مورد تلگرام که هر روز داریم توی هر ویدیو توضیح میدیم و هیچ کدومتون نمیاین، بازم میگم بچه حتما تو چنل تلگرام جوین بدید. حتما هر کی اصلا جوین نده بچه بدیه، بچه شبیه معلم دینی میشه. خب حتما جوین بدید بچه ها. هر روز کاستوم میذاریم، جایزه میذاریم. بعد مثلا میخوایم ویدیو بگیریم، ویدیو فان هم شاید قراره بگیریم، کاستوم جایزه دارم احتمالاً چند روز دیگه میذاریم. چنل 2K بشه میذاریم دیگه. حتما بیاین، حتما بیاین. اونجا گپ هم داریم، هر روز حرف بزنیم بچه ها. یه چیز اصلی هم هست درباره کلن هم قراره یه ویدیو هم بسازم. خب درباره کلن تیا که تقریبا یه ماه داریم چیز میگید موضوع میگید نمیدونم تستر کلن رفته شمال و اینا فعلا زیاد باگه بچه ها. نگاه کنین یارم خودشون میکشه و اینمی هم همین رفیقمون بود دیگه، هم کلنی ها بود. بعد همینطور میکشه، همینطور کلسه رو میزنید بچه، میکشه کلسه رو میزنید. بعد اینکه 5 بار تموم شد حتما باید بهش برسیم. الان من میرم جلو اینمی وای میستم، حالا اینجا نمیفهمید صدا اون رو آلبو فکر کن صداشو بسته بود. بهش میگفتم تیر بزن، بعد نگاه اینجا یه تیر زد، نمیدونم تیر زد یا نه. بعد دمیج نمیشید بچه. نگاه یه تیر زد دیدید دمیج نمیشید. یه باگ عجیبیه. حالا اینجا جلوتر منو نایف میزنه میبینم دمیج میشه، اینم اینجا تازه فهمیدی نایف بزنه دمیج میشه. و الان دیل زد هیچیم نمیشه. نگاه یارم دمیج شد ولی من هیچیم نمیشه بچه. این باگر رو هیچ جا واسه تون نمیدن خداییش. یه لایک و ساب کنم داداش، تیار کدومتون نمیرسه بچه ها. سلاتین اینم بود آموزش ما. آموزش از این سطح. نگاه نایف کرد دمیج شدم، ولی هر چقدر اسمارس هم بزنید چیزم بزن، بعد اسمارس و اینا هم بزن دمیج نمیشیم. خب بچه ها ویدیو هم تموم شد، دمتون گرم. لایک و ساب یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.